أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، قبلا خدمت شما عرض کردم که اعمال حج از روز 8 ذوالحجه آغاز می شوند و کسانی که میخواهند حجشون حج کاملی باشد مسنون هست که روز 8 ذوالحجه احرام ببندند و به سرزمین منا بروند و شب 9 را در آنجا سپری بکنند و با طلوع فجر روز 9 که روز دیگری از ایام حج آغاز می شود، حجاج باید حرکت بکنند از سرزمین منا به طرف عرفات و این روز 9 ذوالحجه که همان روز عرفه هست بهترین روز سال هست و همان روزی هست که الله متعال این آیه را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرمود که اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. اعلام کامل شدن دین در روز عرفه بوده و در حدیثی که حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه روایت کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزه گرفتن در روز عرفه برای کسانی که در عرفه نیستند، روزه گرفتن این روز کفاره 2 سال گناه می شود و این فضیلت بسیار عظیمی هست که این روز در میان تمام روزهای سال دارد. و همچنین در روایتی دیگر آمده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به اندازه‌ای که در این روز الله متعال انسانهایی رو از جهنم نجات میدهد در هیچ روز دیگر به این اندازه نیست و قطعا این روز این فضیلت بسیار بزرگ و عظیم را دارد و بنابر روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که در این روز الله متعال نازل می شود و مباهات می کند به کسانی که در میدان عرفات جمع شدند و بر فرشتگان خودش این افتخار را می کند که ببینید اینها بندگان من هستند، از راههای دور و نزدیک همه اینجا غبارآلود و ژولیده مو هستند و جمع شدند و امیدوار رحمت من هستند. اشهدکم انی قد غفرت لهم، من شما را گواه میگیرم که من اینها را بخشیدم. اینها جزء فضایل روز عرفه هستند برای کسانی که در این روز عظیم در میدان عرفات حضور دارند. همان گونه که عرض کردم در روز عرفه و 9 ذوالحجه حجاج باید از سرزمین منا حرکت بکنند و به میدان عرفه بروند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روز وقتی که به عرفه رفتند در کنار کوه مکث کردند و آنجا ماندند و این اعلام را فرمودند که من در اینجا وقوف کردم، در این نقطه من اتراق کردم
و در این روز استراحت کردم. و عرفت کلها موقف، منتها سرزمین عرفه همه اش موقف هست و هر جایی از این سرزمین پهناور که برای شما میسر بود می توانید در آنجا بمانید. بعد از این که مردم روز عرفه حرکت می کنند و به سرزمین عرفات می رسند، نماز ظهر و عصر را باید اول وقت بخوانند با یک اذان و 2 اقامه. یعنی این که در اینجا نماز ظهر و عصر را هم جمع می کنند و هم قصر، یعنی 2 وقت نماز ظهر و عصر را در یک وقت می خوانند و به جای این که 4 رکعت نماز بخوانند هر نمازی را فقط 2 رکعت می خوانند که این می شود قصر و جمع، که این نماز در واقع در اول وقت خوانده می شود. و فلسفهش هم این است که مسلمانان و حجاجی که در این روز عظیم در میدان عرفات هستند فرصتی را داشته باشند برای دعا و التجا به درگاه الله متعال. و این یکی از احکام حج هست که نماز را در اول وقت ظهر می‌خوانند، هم نماز ظهر و هم نماز عصر، تا هنگام غروب آفتاب دیگر نمازی نیست و تمام این مدت را باید حجاج در حالت دعا و نیایش و تضرع به درگاه الله متعال باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خیر الدعاء دعاء عرفه، بهترین دعا دعای عرفه هست. چه زیبا هست کسانی که الله متعال به آنها این توفیق را داده و برایشان میسر شده که در این روز در میدان عرفات باشند، این فرصت را غنیمت بشمارند و آنچه میخواهند برای خود و برای دیگران و برای تمام مسلمانان دعا بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه این روایت فرمودند که و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی، بهترین چیز و بهترین ذکر و وردی که من و پیامبران قبل از من آن را بر زبان آوردند این جمله هست که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این برترین دعا و برترین وردی هست که من و پیامبران قبل از من این دعا را خواندیم. وقت وقوف در عرفه از نماز ظهر آغاز می شود، یعنی از ظهر، یعنی بعد از زوال روز 9 ذوالحجه تا فجر روز عید. تمام این وقت وقتی هست برای وقوف در عرفه. یعنی این که اگر کسی قبل از ظهر، قبل از زوال آمده بود و در سرزمین عرفات و قبل از ظهر دوباره خارج شده بود، وقوف عرفه از چنین شخصی پذیرفته نیست. باید بر بگردد، بعد از ظهر باید در این سرزمین بماند. و همچنین اگر کسی بعد از فجر روز 10 وارد سرزمین عرفات بشود، باز هم این وقوف در عرفه در واقع از چنین شخصی فوت شده و صحیح نخواهد بود. زمان وقوف در عرفات بعد از زوال روز 9 هست و آخرین مهلتش هم قبل از فجر روز 10 و روز عید هست. و قبل از مغرب جایز نیست که حجاج از سرزمین عرفات خارج بشوند و این جزء واجبات حج هست که از ظهر روز 9 تا غروب روز 9 را در سرزمین عرفات سپری بکنند و اگر کسی قبل از غروب از سرزمین عرفات خارج شد، لازم هست که دوباره باید بر بگردد در سرزمین عرفات و در عرفه بماند تا غروب آفتاب و اگر برنگشت بر چنین شخصی فدیه لازم هست و باید گوسفندی را ذبح بکند. و این روز واقعا روز یک عبادت بسیار عظیم و بزرگی هست. همان گونه که قبلا اشاره کردم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال افتخار می کند به این مسلمانانی که در این روز جمع شدند و این مباهات رو در واقع دارد در حضور فرشتگان. ببینید که بندگان من از جاهای مختلف جمع شدند و در این سرزمین و الله متعال فرشتگان را گواه میگیرد که من اهل این سرزمین را و کسانی را که در اینجا حضور یافتند
همه رو بخشیدم. در روایتی دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هیچ روز دیگری از روزهای سال شیطان حقیرتر و ذلیلتر و ناامیدتر از این روزی نیست که مردم در میدان عرفات جمع شدند. زیرا که شیطان زمانی که ملاحظه می کند این همه رحمت الله متعال سرازیر است و این همه الله متعال گناهان بندگانش را می بخشد و انسانهایی را از جهنم آزاد کرده، انسانهایی که جهنمی بودند آنها را معاف کرده و بخشیده و سرانجامشون بهشت هست، به خاطر وسعت این رحمت شیطان از تمام روزهای سال در این روز حقیرتر و ناامیدتر و در واقع کوچکتر هست. این واقعا یک فرصت بسیار عظیمی هست که الله متعال در خدمت کسانی قرار داده که در این روز موفق شدند که در سرزمین عرفات حاضر بشوند و برای کسانی که این توفیق را نیافتند الله متعال روزه گرفتن این روز را مشروع قرار داده و این روزه سبب می گردد که الله متعال گناهان 2 سال این انسان روزدار را معاف بکند. امیدوار هستم که تمام کسانی که چه در سرزمین عرفات هستند و چه این توفیق را نیافتند الله متعال عبادات را از همه بپذیرد و این روز را برای همه مسلمانان انشاءالله مبارک بگرداند و حجاج خانه خدا و بیت الله الحرام را انشاءالله بپذیرد. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان